وقتی قبل امتحان داری نقشه تقلب میکشی. خب خرخونترینمون محمد 2 راه داره که تقلب به من برسونی. یا از راست میتونی برسونی یا از پشت میتونی برسونی. اگه معلم جلو وایستاده و از پشت برسون. اگه بیرون کلاس وایستاده و داشت حرف میزد از راست برسون. خب نگاه کن، اگر خواستی از راست برسونی تو مینویسی میدی به حسین میده به حسن میده به تقی میده به من. اوکی. اگه خواستی از پشت برسونی تو مینویسی میدی به جعفر میده به اسخر میده به فرهاد میده به من. اوکی شد؟ آره داداش اوکی. بعد از امتحان محمد من قبل امتحان این همه نقشه کشیدم تو بازم به ما نرسوندی. حالا عیبی نره، همه با هم دیگه شهریور میخونیم.